مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. سلام و درود. السلام علیکم دوستان عزیز بیننده های شبکه شهنام. امروز جمعی تبریکاتی شهنام در محله چهارراه برای تبریک کردن به خانواده شادروان اسلام آمک آمدیم که امروز جشن زادروزی مادری عزیز نازیمه خاله شده ایستاده است. امروز تبریکات را از نام فرزندان، از نام کمالکه، فاطمه آیتی، زهرا آیتی، از نام کلیم پاشا که در مسافرت هستند دلبر آیتی و از نام خواهرشان خالبی خاله تیار کرده لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شما عزیزان با هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنام ما آغاز میکنیم. رفتیم السلام علیکم مادران عزیز، مادران مهربان و غمخوار، خویش و تباران، همه شمایان را با امروزه لحظه های خرسندی به خانواده شادروان اسلام آمک به جشن زادروزی نازیمه خاله خوش آمدتان میگوییم. برای ما با یک قرصک ها نازیمه خاله در پرکت برایشان قرصک میزنیم. بیایید ما با نزدیکتر نازیمه خاله. مرحبا. بیایید نزدیکتر. نازیمه خاله زادروز مبارک. روز تولد را، میلاد امرو، روز شکرانتان را مبارک باد بگوییم. خانم کی آمدیم تبریک کنیم؟ از نام گفتن بعد از درگذشتن پدر مادرمان ما هم ما یکدیگر ما مهربان، چهره یکدیگر ما با خدا رحمت کند بی جان ما دادا جان ما میبینیم. از دمی پیری و از حال و احوال همدیگر خبر گیرد ما بیمار شویم یگان تشویش بیاید به سر ما دوان دوان راه را نزدیک دانسته خبر گیره که من امروز خواهرم زادروز دارد. گفتن شما را از نام خالبیانه تبریک کنیم آمدیم. خالبیانه باید تا خرسک زنیم. بیایید ما با خالبیانه مرحمت یا شما نزدیکتر ایستید. مرحمت. البته مورد دیگر نازیمه خاله زادروز را مبارکباد میگوییم. 120 ساله شوید، بعد از آن پیر شوید. حاضر تا آمدن همراهی فرزندان صحبت کردیم، همراهی کمالکه، فاطمه آیتی، زهرا آیتی، کلیم پاشا که مسافرت بودیم دلبر آیتی شما تبریک میگویم. فرزندان میگویند بعد از درگذشتن دادا جان ما مادر من بیجانی عزیزم در سر ما فرزندان هم خیلی مردانوار ایستادند که جای پدر را نشان ندادند. هم پدر شدند هم مادر شدند، دعاگوی سر خاندان ما شدند. ما مایده بودیم. همون وقتهای حاضر یاد آوریم اگر دوره های کودکی ما بسیار دوره های بی‌غمی زندگی بود است و برای ما همه شرط و شرایط ها را مهیا کرده بودند. خدا کند که بیجان هم 120 ساله شوند، حاجیانه شده در سر ما صحت سلامت گردن، وقت و تخت و دولت است. من امروز علاقه اینا بینید که 60 ساله شدن. دین اکک ما کودک بودیم و مادرم 25 ساله بودن. وقت بسیار هم بی‌شوقت بود است و دوان گریخته میرفت است و همیشه در سر ما سایبان شده گردن. برای مادرم رسانید که ایا مادر بمیرم از برایت.
ایا مادر بمیرم از برایت، به آن روی به نور و خاک پایت. بگفتی الله و کردی کلانم، بمیرم بر صدای اللهایت. مسافر گشتم و از تو جدایم، روم نزدت ببوسم هر دو پایت. ز تو و خواهر و یار و برادر، بگشتم دور شدم آب و ادایت. مبارک باشد. ناظم خالم بار دیگر شما را از نام فرزندان، از نام خالبیانه صدقاً تبریک میگویم. ما قریب یک هفته باز همراهی خالبیانه صحبت میکنیم، میگویم که خواهر چنین انسان بوده است. ما اویتیوکاها هر بار آدم دلگیر شود، یگان زیغ شود، یگان مصلحت در کار باشد، بعد از پیر شدن دادای بیه را یاد میکرده است. زنگ میزنیم، تلفن میکنیم و از حال همدیگر خبر میگیریم و از دیدار یکدیگر سیر میشیم. خدا کند که پیر شود و یادم به استادم خیلی سر و بر شده گردد. خدا کند که همراه مکتیلا و رفت آمدن نصیب کند. برایش رساند که دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است به دیدار گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. مبارک باشد، زاد و روزتان مبارک. از نام خالبیانه یک گلدسته زیبا داریم. خالبیانه تا خودتان سپارید برای خواهرتان. مرحبا با یک کرسک ها تقدیم میکنیم. مبارک باشد. البته از نام فرزندان عزیز در روی دنیا هستم و کتاب قیمت بهاترین، خدا کند که در این کاشانه زیبا حج آشی ها شود و آمده شما تبریک کردن نصیب کند. مرحمت کتاب را قبول کنید. مبارک باشد. در اینجا فرزندانشان فاطیمایتی زهرایتی هر دویتان و البته کمالکه بیچ میمانشان به نزدیکتر. زادروزی مادر است. مادر این فرشته خاندان است. مادر این نفری که برای فرزند بعد از خداوند جان عطا میکند و از نام شمایان صدقاً تبریک میگویم. حاضر در دست فرزندان فاطیمایتی زهرایتی تحفه ها هست. مرحمت برای مادرجان عزیز ناظم خاله تقدیم میکنیم. انگشترین طلا، گوشوارهای طلا را مرحمت. مبارک باشد. گوشوارهای طلا مبارک باشد. مادر عزیز انگشترین طلا، زوگ طلا از نام فرزند عزیزتان کمالکه از نام دلبرایتی کلید پاشا قبول کنید. مبارک باشد. زادروز مبارک. و البته در روز خرسندی ناظم خاله شیرینی داریم. تارت های شیرین. بگذار حیاتتان پر از زیبایی شود. نواراشو توفه ها هست. خیر مرحمت برای مادر عزیز آنا جان ما. گلدسته ها از نام دوگانه ها بزرگ طلا مرحمت.
bo'lsin. Yaqin dugonlar nomidan tabriklaymiz. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Nurli yuzli onajonimiz uchun bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ishlarim yurishib ketsa galmagal, kamlarim, g'amlarim etsa butun hal dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Kaftidan qadog'i ketmagan hamon, men nodon, qadriga yetmagan hamon. Dardimga hech davo etmagan hamon, onamni, xonadonim farishtasini Makkaga olib boraman. Tug'ilgan kuningiz shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Albatta, yaxshi kunda, yaxshi niyatlar ila shirinligimiz bor, tortlarimiz bor. Birgalikda tortni kesib bundan tanavvul aylaymiz. Marhamat, tug'ilgan kuningiz muborak. Стали звезды на возраст, лик сорвался с календаря, но не стоит грустить зря, не зря в день сердца стук, днем рождения, успеха, радости, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. امروز 60 سالگی ولایتم که شما بار دیگر تبریک میکنیم. خدا کند که مانند امروز فقط جوانی، صحت، سلامتی همراهتان باشد. به نزد خالبیانه نزدیکتر استید. خالبیانه خواهرتان میخواهند شما تبریک گویند. مرحمت. Assalamualaikum warahmatullahi aziz.
الهی خواری من صد بدارو به حساب گردد همه وقت خونسندی بچه‌هاش بشود و دو ماه از چاک شده توی تماشا کنند نیوره کش توی سبینم الهی صد بدارو رحمت فاطمه و زهرایتی تبریک بکنیتان می مرحمت جاین سعوش سریمان ببین جانم صد بدارو رحمت زهرایتی کنید زهرایتی مرحمت یک دختر جایده دید بکنید С днем рождения у нас. А что вы рахтан у нас? رحمت بید زهرایتی بیان نشان بیسته الهی وقتمو با ساخ سوال گردد شما بودگتمون با کون وقت داده می جوش با داده شده همه وقتش به ساخ سوال رحمت اکنون سرود شیخ شود همه رقص با تکلیف میکنیم ها؟ خوش نصیب هایتی مرحمت نصیب هایتا مرحمت سیزن تکلیفیت هم است مرحمت اولا چیز بگن نزدیکشون کتا رحمت همه لیز خوش کلی پسله منشو دیگانم در خونسیه دیگان جل دیگان جل یزداره کرمی نویم این یزده نمه نیتیز بسه نیتیز گلیتی منشو بچه لاره باشون استا بسر باشون استا سوک ساله نکوله دیگانه چلیگی بزمینی چلیگ بسه همه وقت این یمون کنه دوست لیز گلیم Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun noziydigonam tug'ilgan kunlari ekan. Sog' salomat bo'ling digonjon. Eng yomon kuningiz mana shu bugunday o'tsa, yomon kuningiz hech qachon bo'lmasin. Bolalaringiz boshida yuzlarga kirib yuring. Hech bo'lmasa mana bu hajga, umraga borish nasib etsin digonjon. Sog' bo'ling. Rahmatlar. Digonjon yuzlarga kirib yuring, shu bolalaringiz huzurini ko'ring. O'rta shuncha katta qildingiz endi. Haj safarlari nasib ro'za aylasin, nevaralaringiz to'ylarda, yaxshi kunlarda. Hacı xola marhamat Nasbi xola Uzoq vaqtdan kelgan hamma dugonamni qarindosh do'stlari ilohim yuzlarga kirsin dugonam ballarni azob bilan katta qildi undan keyin ham yaxshi kunlar ko'rsin yana o'lmish yil yashasa bo'ldi dugonam yana ballari ko'p emas hammalaringiz xush kelibsizlar dugonam dafxonasiga dugonamga hamma hajilar nimalar hammasi nasib qilsin birga boraylik 5 dugona nasib bo'lsa hammalaringiz xush kelibsizlar hammamiz o'lmishga kirdik xudoga shukr eng oxirgi dugonamni tug'ilgan rahmat tashakkur mana nabere ها برای آنجانشان گل داشته ایستادن مرحمت تقدیم میکنن مبارک باشد ابیره خاندان endi har bir so'z isboti bilan deyishadi birgalikda hamma raqsga taklif etamiz o'ynab kulib raqs ketishi bugungi shodiyona kunni yana davom ettiramiz marhamat shu qo'shiqlar sizlar uchun Şabınam gülüna, şabınam gülüna
اینک بیننده های عزیز، امروز ما ناظم خاله را در روز خورسندی در جشن 60 سالگی یوبیلیشان تبریک کردیم و لحظه های خورسندی شادیانه را همراه شمایان با هم دیدیم. با ما باشید، خود را احتیاط کنید. سلامتی شما از همه گنجینه به‌بهاترین است.